سلام بچه‌ها، چطورین؟ حالتون چطوره؟ آقا من یه چند وقتیه دیدم نازنین خیلی پررو شده. خب بعد دیدم اینجوری پررو شده، تصمیم گرفتم یه جوری بذارم بترکونمش که یاد بگیره دیگه واسه من اینقدر قلدری نکنه. اگه یادتون باشه ویدیومون رو دیده باشین سر چالش 24 ساعت با بودجه شانسی، این خیلی داشت من پوز میدادم، منم حسابی هرسم گرفت. الان تصمیم گرفتم بترکونمش. آقا می قضیه از این قراره، من اومدم برگشتم به نازی گفتم که آقا قراره یه چالش با هم بگیریم که از طناب فرار کنیم. هر کی بتونه زودتر از طناب فرار کنه اینجوریه که نفر برنده میتونه نفر بازنده رو مجازات کنه، ولی نمیدونه که من دروغ گفتم. بله میخوام نازنین رو جوری بترکونمش، جوری به بلایی میخوام به سرش بیارم یعنی تا عمر داره بفهمه که هیچ وقت نباید با من در بیفته. اگه شما هم بچه لایک کنید، حتما لایک کنید. اگه خوشتون اومد داخل کامنت ها برام بنویسین که بزن بترکونش که من بعد دوباره با یه روش دیگه ای بترکونم. بریم تا آخر ویدیو رو با هم ببینیم. سلام، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. آقا ویدیو امروز از این قراره، همونطور که قبلا هم بهتون گفته بودم که قراره همچین ویدیویی بگیریم. هر کدوم به طناب اینجا هست که هر کدوم از اون نوبتی بسته میشیم. نازی چرا طناب خوشگار؟ ببین الان بهت میگم. همون میبندیم نوبتی. هر کسی که زودتر بتونه از طناب بیاد بیرون میتونه نفر بازنده رو مجازات کنه. حالا بشین. آقا یه دقیقه وایسا. چرا منو میخوای با طناب ببندی؟ آقا اول ببندمت که بعد بتونم چیز کنم دیگه. چی میگن؟ من اصلا وایسا، من اصلا راحت از طناب میتونم بیام بیرون. جدی؟ زیاد صف نزنی. خب؟ جا نه با خیاط راحت. ما رو حالمون رو به هم بزنیم. من چیکار میخواد کنم؟ من اصلا خبر ندارم از ویدیو. درستم توضیح نمیده. آقا بهت گفتم که میبندمت، تو میای بیرون، بعد تو منو میبندی من میام بیرون. همین. خب رسیدیم. الان خوشی میشه الان خب الان هیچی. الان میکروفون تو بده من. اون خب بچه‌ها رسیدیم به جای اصلی. صفر هستم؟ آره. یه دقیقه میمونی، من بعد برم یه جا کار دارم بیام. الان میام زود بیاد. نه اینو نگه دار با چرا میخوای چیکار کنی؟ آب تشنمه. تو رو قرار تشنمه میخوام آب بخور. سلام نازی. تشنت نیست؟ نه خیلی واقعا یعنی چی؟ خیلی آدمی که داشت تو رو قرار نریز، داشت تو رو خدا نریز. من گفتی هر دو تا با هم بسته میشیم. چی؟ من باز میکنم داشت تو رو خدا نریز دوست دارم. تو رو قرار تو جونه این گربه ای بیا همه تو مونده نظرت چی الان؟ بچه بذار من این میکروفون رو خاموش کنم. باش دیگه رو گوشت نمی. باش حس چی الان؟ من نگاه کن. حس چیه؟ دوربین نگاه کن. رو سر دیگه باش رو سر نمیریزم. آقا رو سر نمیریزم. یادت نازی؟ باش رو سرت نمیریزم دیگه. رو سرت نمیریزم. خیلی یادت توی اون چیز چی میگفتی؟ چی؟ رو که این پایین ترم برید باشه. بگو صدا قشنگ بیفته بلند. میگم پایین تر. داشت تو رو خدا اصلا منی باز میکنم. بچه همین چی شد؟ دوربین قطع شده بود برای همین من سوس کریختمش. نشون نداد. بچه ها به قرآن قسم میخورم چون نشون نداد یه بار دیگه میزن. یه روزی انقدر ازش انتقام بدی میگیرم که نازنین غلط کردم. وای که نازنین که یه کاری با هم میکنی که نازنین غلط کردم من وایسا اینا رو بذارم اون طرف. الان میام. چی؟ هیچ حوث ماست کردم بدم ماست بخورم. که ماست نمیخوری؟ تو رو خدا نگیری. وای خیلی آدم کثیفی هستی. وای میخوری ماست؟ نمیخورم. تو اینجوری بخور. اینم به عنوان کلاه. واقعا چی پیش خودت چی فکر کردی؟ فکر این همه مسخره میکنی، من اذیت میکنی، بعد قصه در بیاری. نگاه کن به دوربین نگاه کن، همه میخوان تو ببینن. حالت چطوره؟ واقعا نکنم؟
دلم برات سوخت بچه، دلم برای سوخت، برای همین نمیخوام زیاد اذیتش کنم. چیه؟ از اونجایی که تصمیم گرفتم زیاد اذیت نکنم، میخوام یکم با هم دیگه صحبت خوب کنیم. یکم بلند بگو. همه خواهش میکنم نکن. توی دوربین بگه بگو اشتباه کردم، مسخرت کردم. نمیگی؟ نمیگم. واو چه شجاع. باشه سر مریضی ها. گوشاتو بگیر. نه جون من مرگ من. میرم سرتا. گوشاتو بگیر. گوشاتو بگیر. تو خیلی از من بهتری. اشتباه کردم. بلند. اشتباه کردم. یک کوه تو کلش. این بعد اصلا هیچی نشده. قرآن نکن. تماشا یه آدم کاغذی بدی؟ دست و کاغذی بهت میدم، اشکال نداره. بیا دست و کاغذی آماده است. خود کردی تو دیگه. چی؟ خودت جمع کنی اینا رو. همه رو خودم جمع میکنم. من میگم خب ما که آرت زدیم فلان زدیم، یکم به نظرت یک کیک باید درست نکنی؟ بچه‌م چه مشکلی پیش اومد، دوربین هی قطع میشه. تخم مرغ انداختم روی این. تخم مرغت کم بود احساس کنم. نه ای باش کثافت. نکن بچه باز داره. نزنه کردم. آه چی؟ نکن دیگه نشکن درد میگه گرده. بایستا نکن دیگه نکن. کاملا ترکیدی ها. حالا چطوره؟ واقعا ازت نفرت. به قرآن یه کاری باعث میکنم. ببین یه خبر خوب واسه دادم، یه خبر بد. بگو. خبر خوب بوده که دیگه چیز به پایان ویدیو نمونده. خبر بد یه چیزی که هنوز چیزی مونده. خواهش میکنم لطفا نمیتونم برم همینجوری. آردار به شرط نمیزنم کرده. به قرآن دارم یخ میزنم. سرده؟ باشه بشین. آقا بچه من برم اینو بزنم یکم گرم شه بیام. اینجوری سرده یخ میزنی. ببین به نظر من به یکم تمیز بشی. خیلی وای نکن. خیلی کثیف شدی خدایی. وا این چیه؟ چرا اینجا دقیقاً یکم تمیز بشی؟ تمیز. نخوای دو بخور. نکن. بده من اینو. باشه برش. بخورم. بخوری. دست خودم. دست خودم. دست پایین. بخورم. باش دارم میدم دست پایین بخور. میخوام بخورم میگم. دروغ میگی. نمیدونم. میخوام بخورم. دست کاغذی بخواه. بسه بهش دست کاغذی بدم. بیا بهت دست کاغذی میدم. پاک کن دستمو. یکم بیشی کامل پاک کن. بعد بشوری نمیشه اینجوری. بچه ببین همه دشمنم منم. نازیه ببینی. نازی نظرت چیه راجبه؟ دیگه برو اون برا. اصلا خوردم. نظرتو بگو. عدد نشدی انگاری ها. بشین. حرفتو جلوی دوربین بزن. اینو ببر اون بر. ببر میگم اون بر. چرا؟ میگم ببر اون بر. جلوی دوربین حرفتو بزن. ببر اون بر اونا. نمیشه بگو. بگو دیگه از این کارا نمیکنه. میخوام بهت بگم یه کاری باهات میکنم. ها؟ یه کاری باید میکنی چی؟ من اصلا چیزی میخوام برم داخل خونه. بچه من احساس کنم این زیادی پرو بازی در میاره. نه غلط کردم. ببخشید دیگه این کار نمیکنم. یه کاری باهات میکنم. ها؟ نکن. این یکم زیادی پرو شده. من درد میگیره. کلم درد. قد نکنم. خب نازی نه خدافظی تو خدافظی کن. باز شد؟ باز کردی؟ چجوری بازش کردی؟ ها؟ چجوری بازش کردی؟ خب چیزه؟ نه ببین نه خب نگاه کن. بیا با هم آروم صحبت کنیم. خب
خودت داری میکشی. درس راه رفتنش پنگوانه. نکن همه آردا رفت تو گلوم دارم میبینم. نکن کثافت. نازی نه کنی بچه ها، نازی پنگوان تو کامنت داده. کاش که تایر پنگوان. آخ شکم. چیکار میکنی؟ با نظر چیه؟ نظرتو بگو خدا. بچه ها اگه دلتون میخواد بازم یه بار دیگه نازنین اینجی بزنم بتر کنم، نازنین بزنم بتر کنم، بنویسین که بتر کنش. کار دیگه نداری؟ یه روزی انتقام میگیرم. تو خوابت هم نمیتونی انتقام ازم بگیری. بچه ها تا یه ویدیو دیگه، دوستتون دارم، عاشقتونم. بیشوره دیگه. خدافظ. خدافظی کن. خدافظ.